اکنون بهشت و دوزخ هر دو مخلوقند. بهشت و دوزخ هر دو مخلوقند که دو مخلوق الله سبحانه و تعالی هستند. آنها را الله سبحانه و تعالی آفریده است و حکم انکار کننده این کسانی که دوزخ یا که بهشت را انکار می‌نمایند. مؤلف رحمت الله علیه می‌فرماید که والجنة والنار مخلوقتان، جنت، دوزخ و بهشت دو مخلوق، دو آفریده الله هستند. قد خلقتا كما جاء عن رسول الله، بدرستی که آنها آفریده شده هستند چگونه که از رسول الله ثابت شده است که فرمودند دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، من داخل بهشت شدم، رسول الله میفرماید، و در آن یک قصر را دیدم. در روایت بخاری و مسلم است. و فرمود که و رأيت کوثر، و کوثر را دیدم در صحیح بخاری و مسلم، آبی که از جنت وارد می شود. و فرمودند که اطلعت فی الجنة فرأيت اکثر اهلها کذا، من به بهشت نظر کردم و دیدم که اکثر اهل آنها فقیران بودند. و اطلعت فی النار فرأيت اکثر اهلها کذا و کذا، و به دوزخ نظر کردم و دیدم که اکثریت دوزخیان فلان و فلان هستند، زنان هستند. اکثر اهل جهنم را، دوزخ را، رسول الله از زنان دیدند. در روایت بخاری و مسلم است. برای همین بر زنان لازم است که بیشتر استغفار نمایند، بیشتر صدقات بدهند، چون که رسول الله زنان بر آن تشویق کردند و از گناه بیشتر دوری بجویند. و می‌فرماید که فمن زعم انهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن والاحاديث رسول صلی الله علیه و سلم. از این رو هر کس گمان میکند که بهشت و دوزخ آفریده نشده است، در واقع قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ شمرده است. ولا احسبه یؤمن بالجنة والنار، و من گمان بر آن امام احمد میگوید، من فکر نمیکنم که وای انسانی که این بهشت و دوزخ را انکار مینامد و به دوزخ بهشت ایمان اصلا داشته باشد. اهل سنت و الجماعت بر این باورند که بهشت و دوزخ دو مخلوق الله هستند، وجود دارند. اما برخی از فرقه ها از قبیل معتزله ها و قدریه این آفرینش بهشت و دوزخ را بودن اینها را انکار کردند و دلیل های وجود داشتن بهشت و دوزخ در قرآن کریم و احادیث خیلی زیاد است. و دلیل آن از قول الله سبحانه و تعالی که دلالت بر بودن بهشت را می‌نماید. قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید در سوره بقره يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتیم ای آدم، خود و همسرت یعنی حوا در بهشت جای بگیرید و هر چی خواهید و هر جا که خواهید از ثمرات آنها خوش بگذرانید، به خوشی بخورید. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و ای آدم و حوا، اما با این درخت نزدیک نشوید، با این درخت نزدیک نشوید که از گروه ستمگاران قرار میگیرید. دلالت بر این که جنت آفریده شده است و موجود است. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ای فرزندان آدم، شیطان شما را فریب ندهد، شما را گمراه نکند. کما اخرج ابویکم من الجنه، چگونه ای که پدر و مادر شما را، آدم و حوا را، از بهشت بیرون راند در سوره اعراف. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید قال فاخرج منها فإنك رجیم، و فرمود پس از جنت بیرون شو که براستی تو رانده شده ای در سوره صاد. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، و آنجا آن بهشت که پهنای آن آسمان ها و زمین است، اعدت للمتقین، از برای متقی ها و پرهیزگاران آماده شده است. این نکته اگر ما اهمیت بدهیم، برای متقی ها پروردگار ما را از جمله بندگان متقی قرار بده در سوره آل عمران. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی در بیان اینکه جنت وجود دارد موجود است، یا که در بیان جهنم الله میفرماید در سوره بقره فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، پس بترسید، فاتقوا النار، از آن آتش بترسید
که هزم وی مردم و سنگ هاست. اعدت للکافرین، آن جهنم که هزم آن انسان ها و سنگ هاست بس برای کافران آماده شده است. و می‌فرماید اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار، الله برایشان بهشت های آماده کرده است که در آن بهشت ها از زیر درختان آن به جویهای روان است. پس این آیات بیانگری اثبات این که بهشت و دوزخ دو مخلوق از مخلوقات الله سبحانه و تعالی هستند که موجود هستند است. و در این زمینه برادران و خواهران گرامی از سنت نبوی دلایل زیادی روایت شده است که امام احمد در این رساله برخی از آن احادیث ها را ذکر کرده است که ذکر آنها را الکی ما درباره بیان کردیم صورت گرفت. و همچنین از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که فرمودند که دخلت الجنه فرأیت فیها دارا او قصرا، می‌فرماید رسول الله که در بهشت داخل بهشت شدم، در بهشت داخل شدم و در آن قصر خانه دیدم. فسمعت منها صوتا، و از آن خانه من صدایی را شنیدم. فقلت، پس گفتم لمن هذا، این خانه این قصر از آن کیست؟ قیل، گفته شد لعمر، این قصر از آن عمر است. فاردت ان ادخلها، من خواستم اراده کردم که داخل این خانه شوم. فذكرت غیرتک، گفت ای عمر من غیرت تو را به یاد آوردم. یا ابا حفص من غیرت تو را به یاد آوردم. فبكى عمر، این هنگام عمر رضی الله عنه از این سخن که قصر عمر رو پیامبر در بهشت دید و در آن صدایی را شنید، عمر گریه کرد. و در روایت دیگر که اومده میگه فاخبر بها عمر را به این خبر داد. قال، عمر گفت که ای رسول الله، من بر تو غیرت نشان بدهم. و از رسول الله صلی الله علیه و در روایت قتاده از انس رضی الله عنه روایت است که فرمودند که بینما انا اسیر فی الجنه، در حالی که من در بهشت راه میرفتم، در حالی که در شب معراج اینجا رسول الله در نظر دارد، در حالی که من در بهشت سیر و گشت میکردم، ناگهان روپرو شدم که در دو طرف آن گنبدهای مروارید خالی بود. گنبدهای خالی از مروارید بود. گفتم ای جبرائیل، این چیست؟ جبرائیل در پاسخ گفت که این همان کوثر است که پروردگارت بر تو عطا کرده است و گیل آن یا بوی آن از مشت زیباتر است. در روایت بخاری و ترمذی. از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که اطلعت فی الجنه فرأیت اکثر اهل فقرا، من بر جنت درباره اهل بهشت که اکثریت آنها فقیران بودند نظر کردم. و اطلعت فی النار، و من بر آتش نظر کردم. فرأیت اکثر اهل النساء، بیشتر زنان آن را جهنم را، بیشتر مردم جهنم را زنان دیدم. پس زنان بر کثرت استغفار و مردان هم تلاش نمی‌کنند. در روایت بخاری و ترمذی. و فرموده او صلی الله علیه و سلم که گفتند هر کس سه بار از الله بهشت جنت را بخواهد، یا که هر کسی که سه بار بهشت بخواهد جنت میگوید یا الله او را به بهشت داخل کن، یا الله او را به بهشت داخل کن. و هر کسی که از سه بار از دوزخ پناه بجوید به الله سبحانه و تعالی، آتش میگه یا الله او را از آتش نگاه دار، یا الله او را از آتش نگاه دار. در روایت ترمذی و نسائی و ابن ماجه با تفاوت اندکی. پس کدام از انسانان در دوزخ بیشتر هستند، زنان یا مردان؟ امام نووی در شرح حدیث ابی هریره، این حدیثی که در بالا ذکر نمودیم، در شرح این حدیث ابی هریره در صحیح مسلم فرمودند که بیشتر اهل دوزخ زنان هستند از قول رسول الله. و جنبین این حدیث که فرمودند که برای هر مرد در بهشت دو زن است، گفتند که بیشتر اهل دوزخ پیش از آن که از آن بیرون شوند زنانند. بیشتر اهل دوزخ پیش از آن که از آن بیرون شوند، بیرون برادشان زنان هستند. بعد از پاکی از گناهانشان به بهشت داخل میگردند. وهب ابن منبه رحمت الله علیه میگوید که مسلمان نباید سه چیز را ترک کند. یا که ترک نکند باید سه چیز را. یکی شکرانه دائمی را، شکر و سپاس نعمت‌های دائمی الله را. دوم تلاش برای بهشت را، برای بعد از آمدن بهشت را تلاش نماید. سوم دوری جستن از دوزخ. و این قولی که در بین مردم منتشر شده که دوزخ فنا و نابود شونده است، این سخن غلط و نادرست است. برخلاف آیات‌های قرآنی و احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله است. برخلاف دلایل واضح روشن از قول الله سبحانه و تعالی که فرموده که خالدین فیها ابدا، در آن جاودانه و ابدی باقی میمانند. آیات‌های
سوره مدثر در وصف نعیم جنت و عذاب آن تا هر کی در آن هستند جاودان بمانند، یعنی آتش دوزخ نابود شونده نیست، زیرا اهل آن در آن جاودانه خواهند ماند. غیر کسانی که از اهل توحید هستند، موحد هستند، یکتاپرست هستند، قدر گناهانشان با عدلش الله سبحانه آنها را جزا می‌دهد، سپس آنها را از آنجا میبرارد، برآورده خواهد کرد. و قال الله سبحانه و تعالی فرمود زمانهای دراز در آنجا ابدی میمونند، زمانهای دراز در آنجا ابدی میمونند. معنای حق در اینجا فیه احقاب گفت الله سبحانه و تعالی در سوره نبأ، این تجدید میشود، هرگز تمام و فنا نمیشود. پس تمام این نصوص قرآن که تلاوت کردیم دلالت بر آن مینامد که دوزخ، جنت و دوزخ اینا فنا شونده نیستند و این عقیده اهل سنت و جماعت است که با قرآن و سنت مطابقت می‌نماید. چون طایفه‌های هستند که جنت و دوزخ را ابدی بودن آنها را انکار کردند، یا بعضی از علماها را مثل شیخ اسلام آنها را طعنه زدند، به گفته که آنها رحمت الله علیهم انکار کرده باشند این را. و همین طور در صحیحین از حدیث ابو سعید خدری آمده است که فرمودند که صلی الله علیه و سلم که در صحرای محشر یک قشقار آورده می شود که آن مرگ است، میان بهشت و جهنم آن گذاشته می شود و ذبح می شود، قربانی می شود. و سپس بر اهل بهشت و دوزخ گفته می شود که جاودانی دیگر مرگ نیست، در روایت بخاری است. و علما فرمودند که سرنوشت جنهای مؤمن و بهشت است و جنهای کافر جهنم است. اگرچه که در این خلاف باشند، ولی الله اعلم این درست‌ترین قول است که قرآن و سنت صحیح این قول را قوی می‌کند.